سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم خوب صحتمند باشین. امروز میخواهیم که یک دستبند به این شکل بسازیم. این ساده ترین دستبند ما است که ما از لاستیک و یا از بند میتونیم آماده کنیم. خب ما میتونیم که از وسایل مختلف استفاده کنیم. ساده ترینش که هست میتونیم از دست دو کلک استفاده کنیم که به شما مثال میتونم یک دو بند استفاده میکنیم. اولش به شکل چلیپا میآید، دو تا دیگه از سر از این به این شکل پلین پایینی و یا آخرین شما کش کرده بالا میارین. هر یکی رو که بالا کش میکنیم بعدا دو تا میشه، باید سه تا باشه، سه بند باشه. این حال پایین کدام هست و این پایینی رو کش میکنیم بالا میاریم. به این شکل ادامه میتیم تا آخر که یک دستبند باشه. شکل این شکل دستبند وقت گرفته. خب اینمی آخری رو کار میکنیم. یک روش دیگر به خاطر که دست شما افگار نشه، خونگیری نکنه، شما میتونین از یک چوب استفاده کنید. اولی به شکل چلیپا، این دو تا دیگه به شکل صاف. پایینی که است بالا میاد و یک کم پایین کش میکنیم که و لاستیک بعدی ما جا خالی شود. اینه از پایین اول کش میکنیم به بالا. در خانه میتونید از هر نوع لاستیک استفاده کنید و به این شکل یک دستبند به خود بسازید. به این شکل پیش میریم تا آخر که یک دستبند جا شود. اینی که است و این بند جور شد. خب این دو شیوه بود. شیوه آخری که شیوه بهتر است که البته اگر وسیله پیش شما باشه، اینم از خود چنگک است، یک نوعش و یا نوع دیگیش. خب به من این نوع آسان تر است. میخواهیم دیمه بسازم این دستبند امروز. خب دستبند هم قدر جور کردیم. اگه شما بخواین از اینکه طولانی تر رو میتونید انجام بدین و خب همین قدر رو فعلا بحث میکنیم، میگیم که همین قدر ما دستبند به این بزرگی میخوایم. شما در قسمت بالا چی میکنید؟ ایرام کش میکنید بالا، این بند پایینی رو بالا کش میکنید و میمونه آخرین بند. به این شکل محکم میگیرین و به این شکلی رو میکشین. این حال آخری را که چنگک قسم کش میکنیم و اینجا به شما دو نوکش برآمد. شما توسط اس کلپ و یا اگر سی کلپ داشته باشین دو قسمت بند شما با هم وصل میکنید. یک سمتش و یک سمت دیگر.
این بند میشه که با یک تفلک استفاده شود. کش هم میشه، شما میتونید استفاده کنید. و اگر مثلا احساس میکنید دست شما بزرگ است ای چسب است، میتونید که بند کلانتر است جور کنید. روزهای بعدی بخیر بالای این بنده که ستاره داره، 5 ستاره داره کار میکنیم. به خاطر دیدن ویدیوهای بعدی شما چینل ما را سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و به دوستان خود شیر کنید.